أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله از درسمون از کتاب ریاض الصالحین حدیث 554. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 554 در کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه انه قال، یعنی که از جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت است، انه قال، هر آینه جبیر رضی الله عنه گفت، بینما هو یسیر مع النبی صلی الله علیه و سلم مقفله من حنین. بینما زمانی که هو یسیر، یعنی که وی میرفت همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مقفله یعنی که در حالتی، در وقتی بازگشتنش، من حنین یعنی که از جنگ حنین، زمانی که از حنین باز میگشت، از میدان حنین، از حنین باز میگشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در همین زمان میگه فعلقه الاعراب یسالونه، پس علقه یعنی که پیوست شدن یا که اطراف پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو گرفتن اعرابی ها، یعنی که در گرد پیغمبر جمع شدن، یسالونه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو سوال میکردن، میپرسیدن، حتی اضطروه الى ثمرة، تا اینکه مضطر گردانیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو و نزد درختی، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، یعنی مردم بسیاری بعد جمع شد، یعنی که پیغمبر رو به طرف یک درخت برد، به طرف درخت برد. فخطفت رداءه، پس اون درخت سموره، درخت خارداری که بود میگه، فخطفت، پس چسبید میگه در همون درخت خاردار، رداءه یعنی که به لباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لباس بالا پوشی که پیغمبر میپوشید، همین لباس پیغمبر میگه در همون درخت چسبید. فوقف النبی صلی الله علیه و سلم فقال، پس ایستاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفت، این در پیشتر که فعلقه الاعراب یسالونه، اینه که پیغمبر میپرسه، که درخواست مال میکردن، فهمو اعرابی ها میمدن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست مال میکردن. پس میگه وقتی که لباسش در درخت چسبید، پیغمبر ایستاد گفت درخت لباس ما بتین، اعطونی ردائی، پیغمبر گفت که بدهین امون ردا ما برای من بدهین، فلو کان لی عدد هذه العظاه نعما، گفت فلو کان لی، پس اگر که من می داشتم، عدد هذه العظاه، به اندازه همین خارهای درخت سمورا گفتیم درخت خاردار که بود، گفت به اندازه خارهای همین درخت اگر که من نعمن می داشتم، یعنی شتران قیمت بها می داشتم، اگر لقسمته بینکم، حتما اون شترها را تقسیم میکردم در بین شما، یعنی اون شترها را من براتون میدادم. ثم لا تجدونی بخیلا، پس شما مرا بخیل پیدا نمیکردید، یا ترجمه دیگر رو بهترش بگیم که پس شما میدانستید که من بخیل نیستم. لا تجدونی بخیلا یعنی میدانستید شما که من دیگر بخیل نیستم، ولا کذابا یا دروغگو نیستم، ولا جبانا و همچنین ترسو و بزدل نیستم. این ترجمه بهتر است، اما میتونیم بگیم لا تجدونی بخیلا، پس شما من رو بخیل نمیافتید، یعنی بخیل نمیافتید، ولا کذابا دروغگو و ترسو هم نمیافتید. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. خب این بود حدیث 554. حدیث 555، در حدیث 555 میگوید وعن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، ما نقصت صدقه من مال، یعنی که ما نقصت یعنی کم نمی کند، صدقتون صدقه دادن، اخراج کردن مال در راه حق، من مال از مال انسان، یعنی انسان با صدقه دادن مالش کم نمی شود.
و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، و زیاد نمی کند الله تبارک و تعالی برای بنده با سبب عفوش مگر عزت را. یا ما را ترجمه نکنیم خوبتر است، یعنی زیاد میکند الله سبحانه و تعالی برای بنده برای بخشیشش عزت، یعنی عزت را، عزت رو، احترام و شرف را برای انسان الله سبحانه و تعالی به سبب عفو و بخشیشش زیاد میکند. که یک کسی از ظلم میکند، یک کسی کار میکند، میتونه بخشیده، پس ببخشش، تو را عزت و تو شرفت بالاتر میرود. پس ما و الا را هر دوش ترجمه نکنید. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل. در اینجا ما و الا را ترجمه نمیکنیم. تواضع احد یعنی فروتنی کرد کسی برای الله تبارک و تعالی، رفعه الله عز وجل یعنی الله سبحانه و تعالی مرتبه و درجه این انسان رو بالا میبرد. رفعه الله عز وجل یعنی درجه این انسان رو، مرتبه این انسان رو به سبب تواضعی که داشت، به سبب فروتنی که داشت، به سبب این الله سبحانه و تعالی درجه این انسان فروتن رو، به سبب این انسان متواضع را درجهش مرتبهش بالا میبرد الله سبحانه و تعالی. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 556 و عن ابی کبشة عمر بن سعد الانماری رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی که از ابو کبشه عمر ابن سعد انماری رضی الله عنه روایت است، انه سمع هر وی یعنی ابو کبشه شنیده از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که رسول الله می گفت ثلاثه اقسم علیهن، سه کسی هستند، ثلاثه یا سه چیزی هستند، اقسم علیهن یعنی که درباره اونها اقسمو یعنی که سوگند یاد میکنم، من قسم یاد میکنم، اقسمو قسم یاد میکنم، علیهن درباره همون سه چیز. و احدثکم حدیثا و سخن میگویم درباره همونها شما را، حدیث سخن درباره همون سه چیز من برای شما سخن را میگویم، فاحفظوه پس شما این سخن را حفظ کنید. حاضر من گپی که میگویم برای شما، پس این گپ رو شما حفظ کنید. اون گپ چی است؟ یکم، ما نقص مال عبد من صدقه، یعنی که کم نمی شود، ما نقص کم نمی شود، مال عبد یعنی که مال بنده، من صدقتین از صدقه دادن، یعنی انسان مالش صدقه بتید، از این مال اون کم نمی شود. این یکم است. دوم، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا. ولا را قطعی الا هرچه ترجمه نمیکنیم. و ظلم کرده شود بنده مظلمه را، یعنی بالاش ظلم بیاید، اگه انسان بالاش ظلم بیاید، صبر علیها صبر بکند در همون ظلم، زاده الله عزا الله تبارک و تعالی زیاد میکند عزت و شرف این انسان را. یعنی یا انسان بالاش ظلم بیاید، این انسان صبر بکند، پس در این صبری کردگیش الله سبحانه و تعالی عزت این انسان را، شرف این انسان را بالا میبرد. این دویم چیز است. سوم چیز، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله علیه باب فقرین. و الله را قطعی الله همچنین ترجمه نمیکنیم. فتح عبد یعنی کشاد بنده باب مسئلتین دری گدایی را، یعنی هر بنده که دری گدایی را میکشاید، یعنی طلبندگی را وظیفه خودش میکند، فتح الله علیه باب فقرین میکشاید الله سبحانه و تعالی بالا این بنده دری کمبغلی را. یعنی انسان هر چند دیگر میطلبد و میابد و هر روز چند سمی بیابد از طلبیدن، این انسان بوی نمیشد، انسان فقیر میماند. خب این سوم چیز است. او کلمت نحوها، یا گفت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنهای را به مثل این، یعنی همین معنا قطعی همین سه چیز را گفت و پیغمبر یاد کرد که
فاحفظوه، این سه چیز را از من حفظ کنید. خب بعد از این و احدثکم حدیثا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه با گفت که سخن میگویم برای شما سخن را، فاحفظوه، پس این سخن را همچنین حفظ کنید، همچنین در یاد داشته باشید. قال، پیغمبر گفت انما الدنیا لاربعه نفرین، هر این دنیا برای 4 کس است. یا میتونیم بگیم که در دنیا شکل زندگی انسان علی همین 4 نمود است، یعنی که از هر انسانی که از زندگیش از این 4 بیرون نیست. فهمو؟ از این 4 زندگیش بیرون، یعنی مسلمان ها را زندگیشون از این 4 طایفه که پیغمبر ذکر میکند از این بیرون نیست، یعنی که انسان ها در این یکی از این 4 داخل میشوند. خب این 4 چی است؟ عبدین، یکم بنده ای را که رزقه الله مالا و علما، الله سبحانه و تعالی هم مالش داده است هم علمش داده است. یعنی بعضی هستن هم علم دارن هم مال دارن. فهو یتقی فیه ربه، پس اون بنده، فهو یعنی پس همون بنده، یتقی فیه یعنی که پرهیزگاری پیشه میکند، فیه در همون مالش، ربه از پروردگارش یا به پروردگارش، یعنی از پروردگارش درباره مالش میترسد، درباره مالش از پروردگارش میترسد. پس چیکار میکند؟ و یصل فیه رحمه، و پیوست میکند در اون، یعنی با همون علمی که دادگی است الله سبحانه و تعالی صله رحم شه پیوست میکند، یعنی که قطع صله رحم نمیکند. و یعلم لله فی حقا، و میداند از برای الله سبحانه و تعالی در همون مالش حقی را، درباره علم و مالش حق میداند، یعنی میداند که الله سبحانه و تعالی در علم این انسان حق دارد، یعنی این باید چیکار کند؟ دعوت کند، حق برای مردم برساند. در مالش الله سبحانه و تعالی حق دارد، یعنی چیکار کند؟ زکات مالش بتید، کمبغل و محتاجات زکات مالش تقسیم کند. پس پیغمبر میگه فهذا بافضل المنازل، ان همین یکم طایفه مردم بزرگترین جایگاه ده هستند. افضل، بزرگترین منازل، این جایگاه در بزرگترین جایگاه ها ان همین انسانی هست، یعنی انسانی که هم مال دارد و هم علم و در هر دو اینها از الله میترسد و حق الله را در هر دو اینها ادا میکند. این بهترین انسان است، این یکمش است. دویم انسان کی است؟ و عبدین رزقه الله علما، و بنده ای که الله سبحانه و تعالی براش علم داده است، یعنی علم دارد، اهل علم است. ولم یرزقه مالا، اما مال ندارد، یعنی کمبغل است، مالدار نیست. فهو صادق النیتی، پس اون در نیتش بسیار صادق و استوار و مستحکم است، یعنی نیت میکند. چی میگوید؟ یقول، میگوید، یعنی انمی نیتش در مستحکم است، میگوید که لو ان لی مالن، یعنی اگر که من مال میداشتم، لعملت بعمل فلانین، حتما انجام میدادم کاری فلانی را، یعنی فلان انسان خیرخواهی که همیشه دست کمک به نادارها دراز میکند، اگر من هم مال میداشتم به مثل همون فلان مالدار خیرخواه، من هم مال ما در راه الله صرف میکردم. خب فهو نیته، پس اون با نیتش است، یعنی نیتی صادقانه و خالصانه که کرده بود، فهو نیته، پس اون با نیتش است. فاجرهما سواء، پس پاداش هر دینها یک است. اون یکمش هم علم دارد هم مال، هر دوش از الله میترسد و حق الله را جدا میکند. این دیمش علم دارد و مال ندارد، لیکن نیتی خالص داشت. اگر که مال میداشت به مثل همون یکم میشد، لیکن میگه فاجرهما سواء، پاداش هر دوشون یک است، هر دوشون یک خیلی ثواب میگیرد. فهمو؟ این دو انسانی که بی افضل المنازل هستند. خب اکنون سیم طایفه، و عبدین رزقه الله مالا، و بنده را که الله سبحانه و تعالی مال داده است، مال هست، ولم یرزقه علما، اما الله سبحانه و تعالی براش علم نداده است، مال دارد و اما علم ندارد. فهو یخبط فی ماله بغیر علم، پس اون انسان صرف میکند مالش رو به علم، دیگه نمیدوند اگه جا صرفش کند، به علم هر جای پیش اومد خوش اومد صرفش میکند. لا یتقی فیه ربه، و نمیترسد درباره مالش از پروردگارش. ولا یصل فیه رحمه،
و پروای خویشتباری هم ندارد، پیوست صله رحم هم نمی کند. ولا یعلم لله فیه حقا، و حق الله را هم جدا نمی کند و نمی داند در اون مالش از برای الله حق را، و قائل نیست از برای الله حق را، نه زکات مالش نمی دهد. فهذا باخبث المنازل، پس این در بدترین جایگاه است، خبیثترین پلیدترین جای را باشد این انسان. این انسانی که مال دارد و علم ندارد و حق الله را رعایت نمی کند، جایگاهش بدترین جایگاه است. و این سوم بود. چهارم چی؟ و عبدین، و بنده که لم یرزقه الله مالا ولا علما، الله سبحانه و تعالی براش نه مال داده است و نه علم داده است، ای هر دوش محروم است، نه مال دارد نه علم دارد. فهو یقول، پس نیتی بد دارد، لیکن فهو یقول، پس اون میگوید لو ان لی مالا، پس اگر که من مال می داشتم، لعملت فیه بعمل فلانین، حتما انجام میدادم با این مالم به مثل کاری فلانی. یعنی فلان هم میبیند ماشین قیمت بها هر روز در رستوران ها و رسخاد و بگیم هر نامحقولی ها زیاد میکند، هر روز بگیم مصرف های بی‌معنی زیاد دارد. این انسان میگه اگر که من مال میداشتم به مثل همون میشیدم، نه مال دارد و نه علم، لیکن میگه اگر میداشتم به مثل همون انسان فاسق میشیدم. فهو نیته، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه او با نیتش است، همین نیت کرد پس او با همون است. فویزرهما سواء، پس گناه هر دیشون یک است. اون انسانی که مال دارد و بیهوده صرفش میکند، این انسانی که مال ندارد و تمنا میکند که مال میداشت به مثل اون میشد، فسق و فجور در میگودید، پس گناه هر دش چی میشود؟ یک خیلو یک رنگ میباشد. از این حساب است که نیت بسیار نیت صدقی و صادقا نیت کردن بسیار رول حتمی را میبازد که سبب نجات یافتن انسان میگردد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی گفته که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب بعد از این حدیث 557 و عن عایشه رضی الله عنها، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است، انهم ذبحوا شاتن، هر آینه ویها یعنی در خاندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذبحوا شاتن، ذبح کردن گوسفندی را. در خانه پیغمبر میگه یک گوسفند ذبح کرده شد. فقال نبی صلی الله علیه و سلم، بعد ذبح کردن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را گفت ما بقی منها، این ما مای استفهامی است، ما مای استفهامی یعنی چی یا چی قدر باقی مون از اون گوسفند را کشتیم چند قدرش باقی مون؟ قالت، پیغمبر گفت ما بقی منها الا کتفها، این ما مای نافی است، این ما هر چه اهمیت تنکیتش برای سوالت نفی کرده است. ما بقی منها الا کتفها، یعنی باقی نمانده است از اون گوسفند مگر یک دستش، یک کتفی گوسفند مونده خلاص. یعنی یک گوسفند کشتن همش تقسیم کردن، فقط یک دست گوسفند در خانه پیغمبر ماند. قال، بعد میگه پیغمبر گفت بقی کلها غیر کتفها، پیغمبر گفت که باقی مونده برای خودمان، یعنی فایده خودمان است همه اون گوسفند مگر همین یک کتفی که گرفتید. این یک کتفی که گرفتید این باقی نمونده، زیرا اینکه اونه که برای قیامت مون هست دادن برفت، اون برای باقی میماند، برای قیامت مون هست. اما اینه که در خانه گرفتید برای خوردن خودمون هست، این گویا که باقی نمونده است، اینه که برای دنیا مون هست، یعنی برای قیامت ده هیچ چیز نمیماند از این. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث صحیح و گفته که حدیث صحیح است. و معناه، اکنون امام نووی این حدیث معناش میگه که چنین است: تصدقوا بها الا کتفا، یعنی صدقه دادن همون گوسفند را مگر یک دستش صدقه ندادن، همش صدقه دادن. فقال، پس میگه پیغمبر گفت که بقیت لنا فی الاخره الا کتفها، یعنی باقی مان برای ما در روز قیامت، یعنی برای روز قیامت مون باقی مون مگر این دستش، یعنی اونایی که صدقه دادیم اون برای روز قیامت مون هست، و این کتفش که این دستش که گرفتید این برای روز قیامت مون نمی باشد، پس این برای دنیا مون هست. خب این است حدیث 557. خب بعد از این حدیث 558 اینش انشاءالله درس آینده
تا آخر باب تقریبا یک درس دیگر می شود. با همین درس را به آخر می رسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.